دکتر جونم. شما که تو کار کامپیوتر و یه حرفای گنده ای حوزه‌ای قربونت این ویندوز اینو برای ما عوض کن. چی؟ ویندوزشو میگم عوض کنی یه ویندوز خوب بریزه. جناب خان جان. جان بابا وزیر ارتباطات و آبادی میگه وزیر ویندوز ارتباط. عوض کن. نه میگم این وزیره، این آدم کلوفتیه محسن. خب. این ویندوز عوض کنه چیز خوب میریزه. ما ویندوز عوض میکنم 2 روز بعدش دوباره یه پیغامایی میام و نمیفهمم. هی یس یس میزنم دوباره میگه اینت نمیدونم قفل شد، اونت قفل شد، فلان اینت قفل شد. دکتر یه ویندوز خوب بریز، بعدم یه آنتی ویروس خوب خودت بهم هدیه کن. قول مردونه میدم اگر این ویندوز خوب ریختی ما هم یه وی پی ان خوب تازه ریختیم میدم بریز رو گوشید با خیال راحت. یه سنجابیه هی میدوه سبز که شد دیگه هر سایتی دلت خواست میتونی باز کنی. هر سایتی هر سایتی آره خیالت راحت باشه.